آقا این شرکت رنو خیلی شرکت زرنگیه. باور کنید طراحاش خودشون یه مشاورن، یه نمیدونم با مغز انسان بازی کنن. ببینید یه جوری این داشبورد ماشینای اقتصادیش مثل مگان، ساندرو، ال90 یه جوری طراحی کرده که با مغز انسان بازی کنه. دوست نداشته باشی این ماشین گاز بدی، از اون برم میاد کیفیت موتور گیربکسشو میبره بالا، یکم میبره بالا. اون طرفی هم که میشینه پشت این ماشین دوست نداره گاز بده، ماشین خیلی خوب براشون کار میکنه. همه میگن آقا مثلا رنو ماشیناش خوبه. الان خود من این ماشین گیربکس رو تعمیر کردم، نیم ساعت دارم تست درایو میگیرم. یه لحظه به خودم اومدم بابا این ماشین چرا من گاز نمیدم بهش، این ماشین من باید گاز بدم. نشستم فکر میکنم، میگم بابا اصلا این روحیش اینه که اصلا این ماشین گاز ندی بهش. یعنی یه جوری طراحی کرده. موتور گیربکس بروی هم داره از پژو 206 نمیدونم، این ماشینای ایرانی خیلی بهتر راه میره، ولی یه جوری اصلا افسرده مانند طراحی کرده که طرف میشینه پشت این ماشین دوست نداشته باشه گاز بده. رو سر این ماشینا رو که میخرن اینا خوب کار میکنن. رنو خیلی زرنگه، من الان فهمیدم این یه جوری زرنگه، یه جوری طراحی میکنه بابا اصلا به من گاز نده، همینجوری یلو برو یلو بیا. اینه که ماشیناش خیلی خوب کار میکنه. رنو ماشیناش عالیان، حرف ندارن. یه جز مسخالک کیفیت رو میبره، از اون ورم زرنگ ماشینای اقتصادیشو یه جوری تولید میکنه که طرف اصلا دوست نداشته باشه به ماشین گاز بده. ماشین میره چند سال برات کار میکنه. اینم داستان رنولت، به قول فرانسوی خودشون میگن رنولت.